اللہ جل جلالہ کامیابی نصیب ایشان کردن. اللہ جل جلالہ نصرت ایشان کردن. ہمیں نصرت اللہ بود. ہمیں قوت ما نبود. ہمیں نصرت اللہ بود. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. اللہ جل جلالہ ایشان را قتل کردن. ما قتل نہ کردن، ما ناکام نہ کردن ایشان را، اللہ ناکام کرد. نصرت الہی آمد. ہمین اللہ کی بما نصرت کردن و ہمین اللہ بے وفائی نمی کنیم. وقتی کہ اللہ بوعدے خود وفا کردن، مارا نصرت دادن، کامیابی دادن، باید ما بوعدے خود وفا بکنیم کہ ما اسلام و شریعت را حاکم کنیم. مقصد وحدت جہاد حامین بود. حامین نظام اسلامی کہ در نتیجہ جہاد مجاہدین آمدہ هدف و مقصد ایشا حاکمیت دین اسلام است، شریعت است. دیگه مقصد نداره. اللہ جل جلالہ رحم کرد، انتقام گیری شروع نشد. نظام کی خراب میشا بدو چیز خراب میشا. یکی با انتقام ها وقتی که یک حاکم بر قدرت بیاید از مخالفین خود انتقام میگیرد. در نتیجه انتقام گیری جنگ شروع میشه، اختلافات می آید. همین انتقام بند شد. ما از علماء استخدام کردیم در همان روزها که اگر ما عفو بکنیم با همین مخالفین ما که در صف اشغالگرا بودن، ما بر سابقه ایشان حساب نمی کنیم، تسلیم شود، امان شود. علماء با ما فتوا دادن که همین عفو در شریعت درست هستند، لیکن در حقوق العباد درست نیست. بس ما حقوق العباد استثناء کردم که ما در حقوق العباد عفو نمی کنیم و کاری ما نیست، از قدرت ما بیرون است. لیکن در مسائل سیاسی ما عفو کردیم. آلی عفو هست و همی عفو آنها می گویم، پیغام میدیم بیایید به وطن خود، در اینجا زندگی عزت کنید، با کفار نروید. کفار عزت تان نمی کند، اسلام عزت تان می کند. شما زمین خاک هستی، از افغانستان هستی، نروید و شما هیچ کس آسیب نمی رساند، تکلیف نمی دهد به شما. نروید، زیر تبلیغات دشمن نیایید. دشمن نمیخواد که در افغانستان امن بیاید، صلح بیاید. او میخواد که همیشه افغانستان در جنگ و اختلاف باشد، زیر اثر ایشان باشد. شما افغانها یک متدین و شجاعتمند قوم هستی، زیر تاثیر اجنبی ها نیایید، متحد شوید، همین نظام را تقویه کنید. همین نظام امن و نظام صلح است، نظام شریعت است. همان نظام در همین زمین آمده است که 45 سال یا 40 سال در همین جنگ ها شعار ما بود. زن و مرد تمام میخواستن و صدا میکردن اسلام شریعت میخواهیم. همان شریعت در همین نظام آمد که ما و شما در منبر و محراب
چل سال تقریر بر همین نظام میکنیم ما همین طور نظام میخواهیم نظام شریعت میخواهیم نظام اسلام میخواهیم همان نظام امروز آمد همان نظام آمد امتحان بر سر ما و شما آمد زمینه برای اسلام و شریعت مساعد شدن حالی بر علماء امتحان است چطور؟ شما خود در محراب می گفتی که نظام و شریعت دین خداست همین دین باید در زمین خدا حاکم شود حالا خو زمینه برای همین دین مساعد شده است شما چی قدر میتونی که همین نظام قایم کنی وظیفه علما است مجاهدین وظیفه خود را ادا کردن قربانی دادن فدایی کردن استشهادی کردن همین طور قربانی ها دادن که در از خیر القرون پس از خیر القرون مثال نداره همین طور قربانی حافظان قرآن طلبای علوم علمای کرام در زندانها انداخته شد خون مقدس ایشان ریخته شدن قربانی دادن حالا وقتی تحکیم شریعت و عمل شریعت آمده است طالبان خود نمیتوانند طالبان مجاهدین بعضم آماده است تا 20 سال نه بلکه تا 100 سال باز از اسلام دفاع بکند به خود مجاهدین برای این آماده است بعض آماده است که همین نظام را عملی کند لیکن طریقه عملی کردن نظام او تحکیم شریعت خود نمیفهمند او خو کار علما است باید علما کار بکنند برای علما لازم هستند در همین 20 سال که کدام بد اخلاقی در اینجا ترویج پیدا کردن یا همین تبلیغات سو که در مقابل نظام اسلامی می شدن باید او دفاع بکنند و با مجاهدین شریعت بیاموزند همین حکم شریعت است همراه مجاهدین یک جا عدالت و شریعت حاکم کنند مجاهدین نمیتونه که عدالت بکنه یا شریعت بیاورد مجاهدین خو قوه اجرائیه است حکم علما هدایت علما اجرا میکنه عملی میکنه او خو کار علما شد او کار بزرگان شد همین بزرگای مردم باید همراه مجاهدین یکجا شود مجاهدین اجرا میکنه علما حکم میکنه همین حاکمان که در رأس ادارات هستند او باید شریعت حاکم کنه او در رأس است الناس علی دین ملوکهم که او دینداری در خود بیاورد اول شریعت در خود عملی کند باز در دیگران اول باید با شریعت عمل او بکند همو حاکم عمل به شریعت بکند باز با دیگران امر بکند همین طور نشود که نام نظام اسلامی بر زبان میاریم نظام شریعه است و نظام اسلامی است خب برای کی نظام اسلامی است شریعه است برای دیگران یا برای تو هم باید اولا در تو عدالت بیاید در اندیوالای تو در خانه تو در نفس تو یک دفعه شریعت بیاید باز بر دیگران حاکم کنید اگر شما شریعت را بر نفس خود حاکم نمی کنی به دیگران امر می کنی یا او جبران و قهران به شریعت تابع می کنی پیدا نمی کنن همو نظام شرعی نیست الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها اولا اتباع شریعت شما بکنید باز بر دیگران حاکم کنید